به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. اول عاشق خودت باش. نویسنده مارک رکلاف و مترجم فاطمه لطفی. افزایش عزت نفس در 30 روز. راه‌های غلبه بر عزت نفس پایین، اضطراب، تنش، حس ناامنی و عدم اعتماد به نفس. لطفاً با من همراه باشید که خلاصه کوتاه رو از این کتاب برای شما بخونم. امیدوارم که از این کتاب خوشتون بیاد، برای خودتون تهیه کنید و خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. بیایید در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. عزت نفس. عزت نفس بر تمام جنبه‌های زندگی ما تأثیر می‌گذارد. روابط ما با دیگران، میزان اعتماد به نفس، موفقیت شغلی، شادی، آرامش درونی و موفقیتی که می‌خواهیم در آینده به دست بیاوریم، همچنین علت اصلی بیشتر اختلالات روانشناختی فردی و اجتماعی کمبود عزت نفس است. در طول سالها من افرادی را دیدم که جهش‌های کوانتومی انجام دادند و تنها با یک تغییر و اصلاح به بزرگترین اهداف خود رسیدند. بالا بردن عزت نفس. افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند احتمالاً هنگام انتخاب شریک پروژه یا شغل خود تصمیمات نامناسبی می‌گیرند. آنها انگیزه کمتری دارند و کمتر به اهدافشان دست پیدا می‌کنند و عملکرد آنها پایین است. اگر به اهداف و موفقیتی برسند نمی‌توانند از آن لذت ببرند. نیاز مستمر به تایید گرفتن از دیگران آنها را به نظرات دیگر افراد وابسته کرده است و دائما احساس می‌کنند که قربانی شرایط هستند. این افراد معمولاً بسیار به خودشان سخت می‌گیرند و انتقاد پذیر نیستند. عزت نفس پایین باعث اضطراب خطرناک و افسردگی و بسیاری از علائم اختلال روانتنی از جمله بیخوابی می‌شود. البته من به طور کلی صحبت می‌کنم و این موارد در هر شخص متفاوت است و باید جداگانه بررسی شود. اما این خصوصیات به طور معمول در افراد با عزت نفس پایین بروز می‌کند. از طرف دیگر افرادی که عزت نفس بالایی دارند به تبع اعتماد به نفس آنها نیز زیاد است. آنها هنگام بروز اشتباه احساس گناه نمی‌کنند و همیشه به دنبال راه‌های جدید برای یادگیری و فرصت‌های رشد و ترقی هستند. این افراد حتی زمانی که از آنها انتقاد می‌شود باز هم خودشان را ارزشمند می‌دانند و نگرش مثبتی نسبت به خودشان و دیگران دارند. آنها با پذیرش اشتباهات، ضعف‌ها و آسیب پذیری‌هایشان احساس ناراحتی نمی‌کنند و کاملاً در زمان حال زندگی می‌کنند. داشتن عزت نفس سالم اساساً به معنای این است که از خودتان راضی باشید و باور کنید که لیاقت چیزهای خوب زندگی را دارید. با دانستن تمام تأثیرات چشمگیر عزت نفس پایین و بالا، این سوال برای هر یک از ما به وجود می آید که چگونه می توانم از عزت نفس پایین به بالا برسم؟ از عزت نفس کاذب و ناسالم به سالم دست پیدا کنم؟ چگونه می توانم عزت نفس خودم را افزایش دهم؟ متاسفانه وقتی به اطرافمان نگاه می کنیم می بینیم که در زمینه عزت نفس اقدامات زیادی انجام شده است. این مسئله به باورهای محدود کننده دوران کودکی و جوانیمان برمیگردد که ریشه در ناخودآگاه ما دارد. و گرچه سرزنش والدین یا معلمان یا دیگران به خاطر عزت نفس پایین جنبه سرگرمی دارد، اما در واقع برای غلبه به این مشکل کمکی به ما نمی کند. ما باید
مسئولیت آنها را خودمان به عهده بگیریم و بدانیم که اتفاقات گذشته مهم نیستند. ما می توانیم برای ایجاد عزت نفس سالم از اول شروع کنیم و زندگیمان را خودمان بسازیم. بهترین کار این است هیچ رازی در این مسیر وجود ندارد. با اصلاح باورهایی که نسبت به خودتان، زندگی، توانایی‌ها و ارزش درونیتان دارید، عقایدتان را تغییر دهید و با کمک همین کتاب می توانید به عزت نفس عالی برسید. این کتاب به شما کمک می کند از شر باورهای مخرب خلاص شوید. باورهایی مثل من یک قربانی بیچاره هستم و هیچ قدرت و تسلطی روی اتفاقات زندگی ندارم. من به اندازه کافی خوب نیستم. من لیاقت چیزهای خوب زندگی را ندارم. همیشه مسئله بد و ناخوشایند در اطراف همه ما وجود دارد. اگر وقتتان را صرف بهبود عزت نفستان کنید، نتایج بسیار خوبی خواهید گرفت. اعتماد به نفس بالاتر، روابط اجتماعی بهتر، روابط کاری بهتر و آشتی با زندگی از جمله این موارد است. با انتقاد از دیگران حس ناخوشایند و نگرانی ندارید. شما می توانید افکار، احساسات، ارزش‌ها و نظرات خودتان را آزادانه بیان کنید. زیرا ارزش والای انسان با تایید دیگران به وجود نمی آید. شما می توانید با مشکلات، اضطراب، افسردگی و سختی‌های اجتناب ناپذیری که در زندگی برایتان پیش می آید بهتر از قبل کنار بیایید و به راحتی در تمام ابعاد زندگی خود حس خوشبختی و لذت را بچشید. خوب به نظر می رسد، درست است؟ نحوه استفاده از کتاب اول عاشق خودت باش. روش‌های زیادی برای استفاده از این کتاب وجود دارد. ابتدا کل کتاب را بخوانید و با مفاهیم آن انس بگیرید. پذیرفتن و دوست داشتن بعضی از آنها آسان است، ولی پذیرفتن برخی دیگر دشوارتر خواهد بود. نگران نباشید. این مسئله ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. بعد از آن کتاب را برای بار دوم بخوانید و تمرینات را انجام دهید. می توانید از ابتدای کتاب شروع کنید و تمرینات را یکی پس از دیگری انجام دهید. یا می توانید ابتدا تمریناتی که بیشتر دوست دارید را انجام دهید. با شیوه خودتان روی کتاب کار کنید و اجازه ندهید سادگی تمرینات شما را گول بزند. اگرچه بسیاری از مفاهیم و ایده ها کاملا ساده هستند، اما می توانند زندگیتان را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. به هر حال فقط خواندن کتاب کافی نیست. اگر می خواهید عزت نفستان را ارتقا دهید، باید برخی کارها را نیز انجام دهید. من به شما قول می دهم ارزشش را خواهد داشت. یک یادداشت شخصی بیشتر روی مفاهیمی که به آنها علاقه کمتری دارید کار کنید. بله، درست فهمیدید. بیشتر روی مفاهیمی کار کنید که آنها را خیلی کمتر دوست دارید. همانهایی که در ذهنتان میگویند به هیچ وجه این راهکار برای من مؤثر نیست. بیشتر اوقات چیزهایی که باید یاد بگیرید مواردی هستند که کمتر به دنبال یادگیری آنها هستید. همانهایی که در ابتدای مسیر آنها را رد می‌کنید. این مسئله ذهنی است. بیایید سفر خودتان را برای بالا بردن عزت نفس شروع کنید. لحظات خوشی برایتان آرزو می‌کنم. بخش اول، شما صاحب اختیار هستید. خلاصه کتاب: 1. مسئولیت کامل زندگیتان را بر عهده بگیرید. این جمله را از نزدیک بخوان دوست من. یکی از مهمترین درس‌های عزت نفس در کل این کتاب همین بخش است. وقتی اوضاع و خواسته‌ها مطابق میل ما پیش نمی‌رود، بیشتر اوقات خدا، جهان یا افراد دیگر را مقصر این امر می‌دانیم. متاسفم که باید کسی باشم که این را به شما می‌گوید. فقط یک نفر مسئول زندگی شماست و آن خودتان هستید. نه رئیس، نه همسر، نه پدر و مادر، نه دوستان، نه مشتری، نه اقتصاد، نه آب و هوا و نه رئیس جمهور. هیچ کدام مقصر نیستند. مقصر خود شما هستید. این موضوع ترس‌آور است،
اما در این حال حس آزادی و رهایی به همراه دارد. روزی که برای اتفاقات زندگیتان دیگران را مقصر ندانید، همه چیز تغییر خواهد کرد. وقتی کنترل زندگیتان را به دست بگیرید و مسئولیت کامل آن را بپذیرید، روابط شما بسیار بهتر می شود. به عهده گرفتن مسئولیت زندگی تعهد زندگی شماست. شما به جای اینکه قربانی اتفاقات شوید، قدرت خلق شرایطتان را به دست می‌آورید، یا حداقل در مواجهه با شرایطی که زندگی برایتان فراهم می‌کند، قدرت تصمیم گیری پیدا می‌کنید. در نتیجه مهم نیست در زندگیتان چه اتفاقی رخ می‌دهد، بلکه طرز برخوردتان در مواجهه با شرایطی که دارید مهم است و در نهایت نگرشی که به آن دست پیدا می‌کنید انتخاب خود شماست. اگر دیگران را مقصر وضعیت زندگی خودتان بدانید، قدرتتان را به آنها می‌دهید و برای بهبود زندگی خود به دیگران وابسته می‌شوید. و دوست من، به شما می‌گویم این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. اگر مسئولیت کامل زندگیتان را به عهده بگیرید، می‌توانید چیزهایی که دوست ندارید را تغییر دهید. مراقب افکار، اعمال و احساساتتان باشید. هر سریال تلویزیونی را تماشا نکنید و با هر فردی وقتتان را سپری نکنید. اگر از نتایج و شرایط زندگیتان رضایت ندارید، کافی است ورودی‌ها را تغییر دهید. یعنی افکار، احساسات و انتظاراتتان را. بنابراین دوست من، چه کسی انتخاب می‌کند که شما چه کسی باشید؟ 2. دست از شکایت بردارید. آیا از زمین و زمان زیاد شکایت می‌کنید؟ اگر جوابتان بله است، از شما می‌خواهم که همین الان جلوی آن را بگیرید. شکایت کاملا بیفایده است و به هیچ وجه دردی از شما دوا نمی‌کند. اگر کمترین سود را داشت، من شما را به این کار تشویق می‌کردم، اما اینطور نیست. ضرر آن بیشتر از سودش است. احتمالاً بیشتر افرادی که از آنها شکایت دارید به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و ممکن است افرادی وجود داشته باشند که حتی خوشحال باشند از اینکه ببینند شما عملکرد خوبی ندارید. این موضوع باعث می شود که حس بهتری داشته باشند و از شدت خوشحالی در پوست خود نگنجند. شکایت و دلسوزی که به دنبال آن می آید چندان جذاب نیستند. بنابراین به جای شکایت از خودتان بپرسید که چگونه می توانید وضعیت خود را بهبود ببخشید. از وزنتان راضی نیستید؟ نیم ساعت در روز پیاده روی یا ورزش کنید و غذای سالم بخورید. زمانی برای پیگیری رویاهایتان ندارید؟ 1 ساعت زودتر بلند شوید و یک برنامه صبحگاهی انجام دهید. از زندگیتان راضی نیستید؟ دست از سرزنش والدین، رئیس دولت یا اقتصاد بردارید و مسئولیت کامل زندگیتان را به عهده بگیرید. عادتهای سمی، شکایت و سرزنش عوامل بیرونی به خاطر نداشتن زندگی رضایت بخش را همین الان متوقف کنید و زندگی مورد نظرتان را شروع کنید. شروع به تحقق رویاهایتان کنید. آسان نخواهد بود، اما قطعاً قابل انجام است. دیگر از شرایط شکایت نکنید و شروع به خلق شرایطتان کنید. بسیاری از افراد قبل از شما این کار را انجام دادند، پس شما هم می توانید. خودتان در مورد زندگیتان تصمیم بگیرید. به نظر شما عجیب نیست که چطور بعضی از افراد همیشه دقیقاً می‌دانند شما در هر شرایط باید چه اقدامی انجام دهید؟ آنها همیشه آماده مشاوره دادن به شما هستند. حتی اگر شما از آنها نخواهید که احتمالاً بیشتر اوقات همینطور است. این مسئله زمانی بدتر می شود که حرفهایشان با زندگیشان تناسبی ندارد. برای مثال، فرد چاقی در مورد تغذیه سالم به شما توصیه کند. یک فرد ورشکسته در حیطه مالی به شما مشاوره دهد یا شخصی که زندگی خانوادگیش آشفته و درهم است در خصوص چگونگی داشتن یک زندگی خانوادگی عالی به شما مشاوره دهد. از میان نصیحت‌های افرادی که طبق صحبت‌هایشان عمل نمی‌کنند فقط این را می‌پذیرم:
برعکس آنچه من انجام می‌دهم عمل کن. من در زندگیم یک قانون طلایی دارم. آن همین است که فقط از افرادی مشاوره بگیرم که به آنچه من می‌خواهم از قبل رسیده باشند و خودشان آنها را تجربه کرده باشند. باعث تعجب است که مشاوره و توصیه این افراد شما را آزار نمی‌دهد. وقتی از آنها مشاوره بخواهید، با خوشحالی به کمکتان می‌آیند. اجبار و زور در شیوه کار آنها نیست. هرچند یک مسئله واضح وجود دارد، آن هم این که شما باید خودتان در مورد زندگیتان تصمیم بگیرید. تضمینی وجود ندارد که هر آنچه برای افراد دیگر مفید و کارساز است، برای شما هم مؤثر باشد و شاید مجبور شوید با توجه به شخصیت و عادتهایتان آنها را تغییر دهید. شما بهترین و کاملترین اطلاعات را در مورد زندگیتان دارید و بهتر از هر کسی می‌دانید چه چیزی برای شما مفید و سازنده است. مثلا همین کتابی که در دست دارید برای افزایش عزت نفس 100 دستورالعمل دارد. شما باید تک تک این 100 روش را امتحان کنید و آنهایی که برای شما مؤثر هستند را ادامه دهید. 2 یا 3 مورد را انتخاب کنید و به طور منظم آنها را تکرار و تمرین کنید و روی آنها بسیار کار کنید. وقتی بر آنها مسلط شدید، 2 یا 3 مورد دیگر را اضافه کنید. مشکلی که در تصمیم گیری دیگران وجود دارد این است که شاید اوضاع بر وفق مراد آنها پیش برود و طبق خواسته شما نباشد و حتی بدتر این که اگر همیشه به دیگران اجازه دهید برایتان تصمیم بگیرند، هرگز یاد نمیگیرید که برای زندگیتان تصمیم بگیرید. ترفند خوب این است که با دقت به نظرات دیگران گوش دهید و سپس طبق تصمیم خودتان پیش بروید. اول از همه به خاطر اینکه فقط شما از وضعیت شخصیتان اطلاع دارید و دوم اینکه در نهایت شما آن کسی هستید که باید با عواقب آن کنار بیایید و مهم نیست که در وهله اول چه کسی شما را راهنمایی کرده باشد. بنابراین اگر گاهی اوقات خرابکاری کردید، حداقل بدانید با روش خودتان خراب کرده اید، نه راهکار دیگران. آنها خیلی سریع بهانه می‌آورند که به هر حال تقصیر آنها نبوده است. تصمیمات شما همیشه کامل نخواهد بود و لازم نیست اینطور باشند، اما همانطور که گفتم خیلی بهتر است که اشتباه کنید و از آنها درس بگیرید تا اینکه همیشه آنچه دیگران از شما می‌خواهند را انجام دهید. درست است؟ اینکه چه تصمیمی می‌گیرید فقط برای خودتان مفید است. 4. شایعه پراکنی نکنید. در مسیر عزت نفس سالمتر بدیهی است که باید عادت سمی شایعه پراکنی را کنار گذاشته و در حالی که ابتدا ممکن است شنیدن آخرین شایعات در مورد شخصی وسوسه انگیز باشد، ولی اینجا باید از خودتان بپرسید شخصی که این شایعات را پخش می‌کند هنگام نبود شما در موردتان چه می‌گوید؟ وقتی اتفاقات جزئی ناخوشایند را پخش می‌کنید، همین اتفاق برای شما هم می‌افتد و طرف مقابل شما ممکن است از خودش بپرسد که پشت سرشان درباره آنها چه می‌گویید. چگونه می‌توان با شایعه پراکنی مقابله کرد؟ موضوع بحث را با این جملات عوض کنید. عزیزم، من ترجیح می‌دهم در مورد خودت بشنوم یا از اتفاقات زندگیت حرف بزن. متاسفم، اما من دوست ندارم در مورد شخصی که خودش در اینجا حضور ندارد حرف بزنم. شایعات و اراجیف حرف‌هایی مضر و مخرب هستند. می‌دانید که شایعه چگونه به وجود می‌آید؟ گاهی اوقات ما قضیه کاملاً بی‌حاشیه را برای کسی تعریف می‌کنیم و این حکایت از یک شخص به شخص دیگر تغییر می‌کند و در نهایت منجر به سوء تفاهم بزرگی می‌شود. شایعات را کنار بگذارید و صحبت‌های پرمحتواتری داشته باشید. در این صورت اعتماد مردم به شما بیشتر می‌شود و روابطتان بهتر خواهد شد. همه می‌خواهند در کنار فردی درستکار باشند. 5. به تصمیمات درست زندگیتان افتخار کنید. ما خیلی سریع به خاطر 1 یا 2 تصمیم و عمل اشتباه خودمان را آزار می‌دهیم. اما نسبت به چیزهایی که به دست می‌آوریم چه واکنشی نشان می‌دهیم؟
در خصوص همه انتخاب‌های درست زندگیمان چطور؟ می‌دانید که تمرکز چقدر مهم است؟ پس بیایید به جای اینکه خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته آزار دهید که هر چقدر هم خودتان را اذیت کنید دیگر نمی‌توانید شرایط را تغییر دهید، بر تمام دستاوردهایتان تمرکز کنید و به خاطر تصمیمات درستتان شاد باشید. چه موفقیت‌های بزرگی تاکنون در زندگی به دست آوردید؟ برای تازه‌کارها باید بگویم شما هنوز زنده هستید و زندگی می‌کنید. بنابراین حتما کاری درست در زندگیتان انجام داده‌اید. چیز دیگری هم هست؟ دبیرستان، دانشگاه را تمام کرده‌اید؟ شاید شما با سفر به دور دنیا دوستان خوب بسیاری پیدا کرده باشید. آیا فرزندان معرکه و بسیار خوبی بزرگ کرده‌اید؟ بله. غلبه بر عقب ماندگی‌های بزرگ شخصی یا دوران کودکی بد نیز دستاوردهای بزرگی است که باید مورد احترام قرار گیرد. چه چالش‌هایی را پشت سر گذاشته‌اید؟ از چه عقبگردهایی برگشته‌اید؟ چه موفقیت‌هایی کسب کرده‌اید؟ اکنون زمان بازنگری و جشن گرفتن آنهاست. هرچه موفقیت‌های گذشته خودتان را بیشتر تصدیق کنید، عزت نفستان بیشتر می‌شود و از آنجا که تمرکز با تعادل همراه می‌شود، فرصت‌های بیشتری برای جشن گرفتن به دست خواهید آورد. 6. به خودتان باور داشته باشید. اولین قدم برای افزایش عزت نفس باور داشتن به خود است. شما باید این باور محکم را در خودتان ایجاد کنید، زیرا مسئله واضح این است که اگر خودتان را باور نداشته باشید چگونه انتظار دارید که دیگران شما را باور کنند؟ مسئولیت باورهایتان را بر عهده بگیرید. هیچ کس بهتر از شما نمیتواند این کار را انجام دهد. ابتدا به ارزش استعداد و توانایی‌های بالقوه‌تان ایمان داشته باشید. من یک خبر عالی برای شما دارم. خودباوری را میتوان یاد گرفت. البته ممکن است مدتی طول بکشد و یادگیری برخی از آموزش‌ها مانند همه موارد دیگر زمان بر است، اما میتوانید روی آن کار کنید. آلبرت بندرا دریافت که 56% موفقیت یک ورزشکار به سطح امیدواری و میزان اعتقاد وی به موفقیت بستگی دارد. اگر این تکنیک برای یک ورزشکار مفید و کارساز است، چرا نباید در زندگی برای شما مفید باشد؟ چگونه در ذهنمان باورسازی کنیم؟ با تکرار عبارات تأکیدی به کار ببرید، حتی اگر در ابتدا آنها را باور ندارید. اگر عبارات تأکیدی روی شما مؤثر نیست، به این دلیل است که منتقد درونی شما هنوز بیش از حد قدرتمند است. فایل‌های صوتی سابلیمینال یا هیپنوتیزم یا عبارات سوالی، سوالات مثبت اندیشانه‌ای که فرد برای کمک به خود از خودش می‌پرسد، مثلا به جای اینکه بگویید من باور محکمی نسبت به خودم و توانایی‌هایم دارم و ندای درونی شما پاسخ دهد نه، تو باور محکمی نداری، تو یک بازنده هستی و همیشه هم یک بازنده باقی خواهی ماند، از روش نوآ استفاده کنید و بگویید چرا من چون این باور محکمی به خودم دارم؟ چرا هر کاری که میکنم مؤثر است؟ وای خدای من، هیچ پاسخی از منتقد درونی شنیده نمی شود. شما همچنین می توانید خودتان را مانند شخصی که اعتقاد زیادی به خودش دارد تجسم کنید یا می توانید از او تقلید کنید و مانند او عمل کنید تا به آن فرد تبدیل شوید. یعنی مانند فردی که اعتقاد راسخ به خودش دارد با خودتان رفتار کنید. مانند او راه بروید و صحبت کنید. وقتی دیگران را مقصر اتفاقات زندگیتان می دانید، قدرت زندگیتان را به دست آنها می دهید. عملاً قدرت غلبه بر زندگیتان را به آنها می دهید. شما یک قربانی می شوید و فقط دیگران می توانند اوضاع زندگیتان را سر و سامان دهند. آنها باید تغییر کنند که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. دوست من، همیشه به خواست دیگران قدم برداشتن مسیری وحشتناک برای زندگی است.
قدرت خود را به دیگران ندهید و مسئولیت زندگیتان را بر عهده بگیرید. سرزنش کردن دیگران فقط راهی برای توجیه زندگی تأسف‌بارتان است. ساخت یک زندگی موفق با عذر و بهانه غیر ممکن است. 7. دیگران را مقصر مشکلاتتان ندارید. دیگران را به خاطر آنچه دارید یا ندارید، آنچه احساس می‌کنید یا احساس نمی‌کنید سرزنش نکنید. این کار بی‌نتیجه است و باعث آزار اطرافیانتان می‌شود. بپذیرید که این خودتان هستید که مسئول عزت نفس خود هستید. شما می‌توانید والدین، معلمان، روابط ناموفق، دولت، رئیس سابقتان را متهم کنید، اما تنها شخصی که از امروز به بعد عزت نفستان را می‌سازد خودتان هستید. 8. از دیگران انتقاد نکنید. آنچه برای خود نمی‌پسندید برای دیگران هم نپسندید. آیا دوست دارید مورد انتقاد قرار بگیرید؟ به نظر من پاسخ شما خیر است. اگر پاسخ شما بله است، تبریک می‌گویم. شما باید از عزت نفس سالمی برخوردار باشید. در مقابل وسوسه انتقاد کردن مقاومت کنید. انتقاد یک سرگرمی خطرناک است. این مسئله می‌تواند حس رضایت و خرسندی، سرگرمی یا حتی احساس برتری را به شما بدهد. اما در دراز مدت ممکن است برای برخی از دوستان عزیزتان هزینه داشته باشد و حتی ممکن است برخی را دشمنتان حساب کنید. این یکی از عادتهای افراد سمی است. شما قطعا دوست ندارید از این دست افراد در اطرافتان داشته باشید. این بدان معناست که اگر زیاد انتقاد می کنید ممکن است روزی برسد که اطرافیانتان نخواهند شما دیگر در زندگیشان باشید. تمرکز روی نقاط ضعف دیگران همیشه خطرناک است. ممکن است آنقدر به این دیدگاه عادت کرده باشید که حتی یک روز از خودتان هم انتقاد کنید. انتقاد یک رفتار کاملا بیفایده است. این جریان منفی که می‌فرستید بر خوشبختیتان و نگران نقص دیگران نباشید و روی خودتان تمرکز کنید. آنقدر روی پیشرفت زندگیتان متمرکز شوید که وقت انتقاد از دیگران را نداشته باشید. 9. قضاوت نکنید. در راه رسیدن به یک زندگی شادتر، رضایت بخشتر و برای ایجاد عزت نفس سالم، یک عادت سمی که باید آن را ترک کنید، عادت قضاوت درباره دیگران است. قضاوت توأم با عادات بد سرزنش و شکایت است و شما را از شاد بودن و ارتقاء عزت نفس باز می‌دارد. دیگران را بدون قضاوت درباره آنها و بدون انتظار و توقع بپذیرید تا با کفش‌های کسی راه خودتان خواستار چنین چیزی برای خودتان هستید. هر کسی که در مسیر زندگی خود ملاقات کنید به طرز منحصر به فردی در حال نبرد با زندگی خودش است و ما نمی‌دانیم که آنها با چه مشکلاتی سر و کار دارند. دقیقاً مثل اینکه آنها نمی‌دانند شما چه چیزی را تجربه می‌کنید. فقط قضاوت را متوقف کنید و مقداری همدلی نشان دهید. گفتن این کار ساده‌تر از انجام دادن آن است، اما هیچ راه دیگری وجود ندارد. آیا می‌دانید هر بار که در مورد شخصی قضاوت می‌کنید، در واقع در حال قضاوت خودتان هستید؟ آن دسته از خصوصیات رفتاری دیگران که بیشتر شما را آزار می‌دهد، دقیقاً همان ویژگی‌هایی هستند که در مورد خودتان بیشتر از سایر خصوصیات آزارتان می‌دهد. بنابراین کمی تأمل کنید. مراقب آنچه در مورد دیگران بیشتر شما را آزار می‌دهد باشید و از آن درس بگیرید. آیا این که یک دوست همیشه دیر می‌آید شما را آزار می‌دهد؟ آیا وقت‌شناس هستید؟ آیا شما خیلی وقت‌شناس هستید و بهتر است به خودتان سخت نگیرید؟ یک بار یکی از دوستان از اینکه مشتریان او همیشه در آخرین لحظه جلسات را لغو می‌کرد شاکی بود. آنچه او متوجه نشد این بود که او اغلب همین عمل را انجام می‌داد و در آخرین لحظه جلسات ما را لغو می‌کرد. فهرستی از خصوصیاتی که در دیگران وجود دارد و شما را
آزار می‌دهد تهیه کنید و کمی در آن تأمل کنید. کدام یک از این ویژگی‌ها در خود شما وجود دارد؟ 10. احساس گناه نداشته باشید. با توجه به اینکه وقت زیادی نمونده، من این آخرین تیتر رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو تمام میکنم. احساس گناه یکی از مخربترین احساسات است و جهان پر از افرادی است که این حس را یدک میکشند. بخش بد ماجرا این است که گناه حس یک احساس غیر ضروری است. میتوان کتاب کامل و جامعی درباره بیفایده بودن این احساس نوشت. مشکلی نیست. اگر بتوانیم برای چند دقیقه احساس گناه کنیم و سپس به حالت اولیه خودمان بازگردیم، به زندگی عادی خود ادامه دهیم. اما متاسفانه بسیاری از ما با احساس گناه مزمن زندگی می‌کنیم. ما برای همه چیز همه وقت احساس گناه می‌کنیم و این مسئله ضربه بزرگی به عزت نفسمان می‌زند. اول از همه باید بدانید داشتن حس گناه به جای اینکه روی تمام کارهایی که به خوبی انجام می‌دهید متمرکز باشید، روی اشتباهاتتان تمرکز می‌کنید. و دوم اینکه احساس دردناک گناه می‌تواند باعث ایجاد شک و حس تردید نسبت به انسان بودنتان شود که برای عزت نفس شماست. چرا دائما احساس گناه می‌کنید؟ زیرا ما شرطی شده ایم که در تمام زندگی با احساس گناه زندگی کنیم. آگاهانه یا ناآگاهانه از کودکی، خانواده، دوستان، جامعه، مدرسه، نزدیکان و دین با حس خطاکار بودن مغزمان را تغذیه کردند و آن را از طریق سیستم پاداش و مجازات اجرا کردند. در زمان کودکی همه دائما رفتار ناشایستمان را به ما یادآوری می‌کردند و ما را با کودکان دیگری که رفتار بسیار بهتری داشتند مقایسه می‌کردند. با القای حس عذاب وجدان ما را تحت تاثیر قرار می‌دادند. بهترین دستاندرکاران می‌دانند که اگر فقط به اندازه کافی به فردی احساس گناه القا کنید، آنها هر کاری می‌کنند تا شرایط خوب را ایجاد کنند. سلاح‌های انتخابی آنها عباراتی مانند همسایه‌ها چه فکری می‌کنند؟ تو ما رو شرمنده کردی؟ ناامیدمون کردی؟ کجا رفته؟ و از جمله رایج که اگر واقعا منو دوست داشتی فلان کار رو انجام میدادی استفاده کردن و ما هم در جواب جمله معروف باشه بذار الان انجامش میدم را به کار میبردیم. جنبه بد قضیه این است که این نوع رفتار برای مدتی باعث می شود احساس گناه کنیم حتی اگر کار بدی مرتکب نشویم. همچنین برای مدت طولانی احساس گناه با مراقبت و احتیاط همراه است. اگر واقعا مواظب هستید پس باید احساس گناه داشته باشید و اگر مواظب نیستید و احساس گناه هم نمی کنید شخص بدی هستید. هیچ چیزی فراتر از حقیقت نیست. گناه از بسیاری جهات خودش را نشان می دهد. حس گناه بین والدین، کودک، حس گناه بین کودک والدین، حس گناه از طریق عشق و عاشقی، حس گناه الهام گرفته از جامعه، حس گناه جنسی، گناه دینی و مخربترین نوع گناه، گناه تصنعی و خودخواسته. موارد بعدی به گناه اشاره به گناه دارد که ما به خودمان تحمیل می‌کنیم. در بسیاری از موارد با احساس گناه سعی می‌کنیم نشان دهیم که برای کاری که انجام داده‌ایم متأسفیم. اما آنچه در واقع انجام می‌دهیم این است که خودمان را به خاطر کاری که انجام داده‌ایم آزار می‌دهیم و دیگر نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. سرانجام آنچه مردم می‌خواهند ما بگوییم باش، می‌گوییم کاری را که آنها می‌خواهند انجام می‌دهیم و برای جلب رضایت دیگران کارهایمان را پیش میبریم که در نتیجه همیشه نیاز داریم تأثیرگذار خوبی باشیم. به طور خلاصه حس خطاکار بودن به شما خدمت نمی کند. این مسئله فقط به شما صدمه عاطفی واقعی میزند و احساس حقارت می کنید. همین الان توهم گناهکار بودن را کنار بگذارید. این بهترین کاری است که می توانید انجام دهید. حس خطاکار بودن شما را در گذشته‌تان زندانی می‌کند و اجازه نمی‌دهد در زمان حال زندگی کنید. تفاوت زیادی بین احساس گناه و درس گرفتن از اشتباه وجود دارد.
گناه همیشه آسیب‌هایی را به همراه دارد که به طرق مختلفی از جمله افسردگی، احساس عدم کفایت، عدم اعتماد به نفس پایین و عدم توانایی در دوست داشتن خود و دیگران است. قسمت خوب ماجرا این است که هرچه بیشتر روی عزت نفس و اصالتتان و در کنار افراد مناسب بودن کار کنید، احساس گناه کمتری خواهید داشت. هر زمان احساس گناه کردید به خودتان یادآوری کنید که این احساس غیر ضروری است و از این اشتباه عبرت بگیرید. همین و بس. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به حرف منتقد درونیتان گوش ندهید. خب با توجه به اینکه زمان زیادی برای ما نمونده، امیدوارم که تا همین جای این کتاب لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده حتما برای خودتون تهیه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.